این مملکت ماست. من اسکندر فیروز گفتم وقتی از زندان اومدی بیرون 7 سال به حال تو زندان بودی، تمام اموالت مصادره شد، بدترین توهین ها رو شنیدید، کردنت آبدارچی زندان قصر، بند عمومی نگرت داشتن، کسی که فارغ التحصیل دانشگاه ییل بود، 5 تا زبان زنده دنیا رو میدونست، بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست بود، خاندان فرمایان بود. تو دخترات هم آمریکا بودن، چرا نرفتی؟ چرا موندی پس این کشور؟ حتی اون خونه‌ای که توی زندگی میکردی بهت گفته بودن تا موقعی که زندگی میتونی اونجا، اونم مال تو نیست. الان با بهانه‌های کمتری ملت مملکت رو ترک میکنن و میرن. چرا نرفتی؟ همسر تو ایران اعلی، دختر حسین اعلی وزیر دربار و سفیر ایران در واشنگتن و نخست وزیر کشور بوده، خاندان اعلی خاندان کمی نبوده، 7 سال مربا فروشی کرده که بتونه خرجش در بیاره. دیگه بدتر از این توهین. چرا نرفتی؟ چرا توی ایران موندی؟ ببین به من چی گفت؟ گفت آقای درویش، حالا درسته که ما رو به رسمیت نمیشناسن، اما این ایران پاره تن منه. دریاچه ارومیه، بختگان و من باهاش خاطره دارم و تا اونجایی که بتونم باید زنده نگرش دارم. و موند 3 تا کتاب نوشت و تا روزی هم که زنده بود، یعنی تا 94 سالگی، جوونا پشت درش بودن، پیریش خریدار داشت. همین باعث طول عمرش شد، چون احساس مفید بودن میکرد.